دوستای عزیز، اول سلام. این ویدیو رو به خاطر میسازم گفتم هر کی که ویدیو رو میبینن لطفا من حیث یک افغان، من حیث یک برادرتان حمایت کنین. اگر به خاطر حمایت شما من انرژی مثبت میگیرم، فقط به خاطر فالو کردن شما من انرژی مثبت میگیرم، مصرف نداره. اگر به خاطر فالو کردن من یک نفر در جای خوب میرسه، چرا فالو نکنم؟ شما مرا فالو کنین، من شما را فالو میکنم. همیشه هر جایی که میبینین حمایت کنین. حمایت هیچ کدام مصرف نمیشه. لطف نموده فالو کنین اکانت. یک مثال میتون مردم هندوستان رو ببینین در گوشی‌های بسیار مدل پایین گیم میکنن، در گوشی‌هایی که اصلا در افغانستان کسی گیم نمیکنه. ویدیوهایش میندازن در یوتیوب، در تیک تاک، میبینیم میلیون ها فالوورز و میلیون ها ویوز میگیره. حمایت میکنن. شما هم حمایت کنین، هیچ مصرف نداره. من میفهمم بعضی از شما خواد گفتن که فالوورز خیرات میخواد، ولی نه، زور نیست. اگر توی ویدیو رو اسکیپم کنی من هیچ خبرم نمیشم. شاید خودت هم در یکی از بخشای زندگی دیده باشی که وقتی کسی حمایت نمیکنه چقدر مایوس میشی. فکر کنم من همون احساس دارم. دیگه به خاطر یک فالو کردن و لایک کردن تو، اگه یک نفر در یک جای خوب میرسه، یک لایک فالو تا از مردم دریغ نکن. زنده و سلامت باشین. هر جایی که هستین سلامت و سرحال.